سلام، صبحتون بخیر. من چرا تارم؟ تازه من کلی لنز رو تمیز کردم. ببخشید ما با 5 دقیقه تاخیر شروع کردیم. روز همگی بخیر باشه. بچه ها صدا و تصویر رو بگین، من کامنت ها رو ببندم، چون یه نفر زده صدا ندارم. 2 نفر بگین صدا اوکی یا نه. اوکی، مرسی. خب این جلسه که از مهمترین جلسه هاییه که به نظرم نقطه عطفه، یعنی تا اینجا خیلی بیس ها رو یاد گرفتیم. این جلسه میخوایم عملی دیگه بریم تو دل این که عادت های مخرب رو دیگه ریشه کن کنیم و عادت های خوب رو جایگزین کنیم. هیچ وقت فراموش نکن، نمیتونی یک عادت رو بگی من کلن کنار گذاشتم. عادت نیاز به جایگزین داره. مثلا یک فرد سیگاری اگر عادت داره مدام سیگار دستش باشه، حالا باید یا مثلا یک اسپینر بگیره دستش، یا اگر عادت داره که استفاده از سیگار درگیری لب رو هم ایجاد میکنه دیگه، اگر احساس میکنه که اون درگیری لب رو نمیتونه ترک بکنه، میتونه مثلا استفاده از آدامس داشته باشه که این محیط مدام در فعالیت باشه. وقتی پس ما میگیم که یک عادت رو نمیتونی ترک کنی، منظورمون اینه، یعنی نیاز به یک سری جایگزین ها داره. اما بحثی که هست دوست من اینه که خب من به تو یک برگه دادم، گفتم که بشین عادتاتو یادداشت کن. نگفتم خوب و بد، گفتم یادداشت کن. حالا اینکه خوب باشن یا بد رو تو کم کم باید تو دسته‌بندی ها اونجا که ما گفتیم امتیاز بدی خودت مشخص میشه که این عادت‌ها خوبن یا بد. مثلا وقتی تو عادتات بنویسی آقا من زیاد تلفن صحبت میکنم، یعنی عادت خوبی نیست، چون زیاد تلفن صحبت کردن، نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت تلفن صحبت کردن چه چیزی رو به تو اضافه میکنه؟ ولی عوضش اگر این 1 ساعت تلفن صحبت جایگزین بشود با 1 ساعت مطالعه، چقدر متفاوته؟ خیلی. هر دوش تو رو سرگرم میکنه. چه جالب، ساعت 5:30 صبح ماشین گاز میده. هر دوش تو رو سرگرم میکنه، ولی در نهایت سرگرمی ها دستاوردهای متفاوتی میتونن ایجاد بکنن. ببین در واقع ما با این درس داریم پاکسازی میکنیم عملهای فقیرانه رو و ایجاد میکنیم عملهای ثروتمندانه رو. یعنی تو تا الان شاید خیلی از مسائل رو نمیدونستی، چون تو متاپول 1 من راجع به باورهای فقیرانه و باورهای افراد ثروتمند صحبت کردم. اینجا دیگه از اینجا به بعد میخوایم وارد چی بشیم؟ چون ما دیگه بیس عادت‌ها رو متوجه شدیم. از اینجا به بعد میخوایم وارد بشیم که افراد ثروتمند چه نوع عملهایی میکنن، افراد فقیر چه نوع عملهایی میکنن، و این باعث میشه که تو تأمل کنی به عادت‌های بدت. و امروز با چند تا سوال خیلی خیلی اساسی و به نظر خودم واقعا کوانتومی کاری میکنم که بتونی عمیقا به این فکر کنی چرا باید یک عادت رو رها بکنی. ببین اگر آدم تصمیم بگیره که کشتی زندگیش رو توی مسیر جدید بندازه، اول باید از لنگر خارجش کنه. عادت‌های بد همون لنگر هست، لنگر کردن و نمیذارن کشتی تکون بخوره. پس اول باید عادت‌های بدت رو از بین ببری. خبر خوب اینه که عادت‌ها از بعد به تولد به صورت ژنتیکی با ما نبودن، عادت‌ها ایجاد شدن. پس همونطوری که ایجاد شدن میتونن از بین برن. یه ساختمون رو ما میسازیم، ساختیم بزرگترین ساختمون هستن آقا، ما یه برج ساختیم 30 طبقه، ساخته دست بشره، جزء طبیعت نیست، به راحتی تخریب میشه. تازه طبیعتش را انسان ها تخریب میکنن، از دل کوه میان
تونل درست میکنن و خیلی مسائل. پس واقعا نباید نسبت به عادتها مستعسل باشی. یه چیزی براتون تعریف کنم، چون امروز تکنیک میخوام بگم، تکنیک در واقع گرم کردن، تکنیک مایکروفری میخوام بگم. یه چند وقت پیش من خیلی قهوه میخوردم، یعنی مثلا یه تو روز مثلا من 5 بار فقط اسپرسو میخوردم. چند وقت پیش تصمیم گرفتم که مثلا یه 20 روزی قهوه نخورم و یه روز گذشت گفتم خب دیگه چیزی نشد که اوکیه دیگه. و عادت گرم خوردنم، یعنی قهوه گرم، چای گرم خوردنم رو داشتم جایگزین با آب میوه‌های خنک میکردم. یعنی من آدم خنک خوری نیستم. دیدیم بعضی اصلا ترجیحشون چایی و قهوه نیست، مدام چیزای خنک میخوره، آب میخوره، نمیدونم آب میوه میخوره، هایپ میخوره. من این مدلی نیستم. توی پروسه 3 روز ببین خیلی حرفا، 3 روز خیلی کمه. توی پروسه 3 روزه من صبح که از خواب پا میشدم برای خودم مثلا یه آب میوه، یه اسموتی درست میکردم میخوردم و قهوه رو گذاشته بودم کنار. روز سوم احساس کردم که تمام موی رگای پاهام داره پاره میشه، یعنی یک فشار عجیبی به رونای من میومد، بعد به ساق دستم میومد، بعد پیشونی من سردرد عجیب و یعنی یه حالتی شد که شب مثلا روز سوم که گذشت شبش شد، من وسط خواب ساعت مثلا 2 صبح به همسرم گفتم برو از توی یخچال برای من یه دونه نسکافه خنک بیار، چون از این قوطی نسکافه دارم، برو یه نسکافه خنک بیار، من از درد خوابم نمیبره. یعنی با این شدت میخوام بگم یه سری از عادت‌ها میتونه شماها رو بگیره، ولی راه داره. امروز راهکاراشو یاد میگیریم و آسونه. یه داستان اول برات تعریف کنم، برات جالب باشه برات، از مولانا. میگه که من داستانشو میگم، شعرشو نمیگم. میگه که یک مردی یه روزی از بازار عطر فروشا رد میشه. بعد وقتی که رد میشه یهو تاپ میفته بیهوش میشه. هی مردم میان، یکی نمیدونم یه عطری میاره این مثلا بو کنه بهوش بیاد، یکی دیگه نمیدونم اسفند دود میکنه، یکی عود میاره، یکی آب میاد بریزه رو صورتش، نه اصلا هیچ اثری نمیذاره. این مثلا صبح داشته رد میشده تا ظهر هم اینجوری بیهوش بوده. آخر سر برادر این آقا رو پیدا میکنن میارن. برادر یکم فکر میکنه، میگه که خب این میدونین چیه داستانش؟ این کارش سلاخیه، یعنی پوست گوسفند و گوساله اینجور چیزا رو میکنه و عادت داره به بوی لاشه. شاید از کنار عطر فروشی رد شده، اصلا عادت نداشته، افتاده قش کرده، میره و لاشه برمیداره میاره، لاشه متحفن، یعنی بوی تحفن میده لاشه دیگه، برمیداره میاره و میگیره زیر دماغ داداشش و اون مرد بهوش میاد. این داستان یک تمثیل از عادتهای بد. میگه مگه میشه یه آدم به بوی مثلا تحفن عادت داشته باشه که بوی عطر باعث بشه قش کنه بیفته یه گوشه؟ آره واقعا شدنیه. یعنی یه وقتای عادتهای بد یه طوری ما رو گرفتن که رهایی ازشون تکنیک میخواد. ببین من این مثال خودم رو برات زدم که بگم اینکه یه جو بگیرتت بیه بگی من فلان کار از فردا دیگه میذارم کنار، این تکنیک درستی نیست. یک تکنیک، یعنی تکنیک نیست، یه کار احساسیه که کار احساسی امکان برگشتش هم زیاده ها، حواستون باشه این اتفاق نیفته. یه روشی میخوام بهتون بگم برای شناسایی و ترک عادتهای بد، یعنی ریشه کن کردن. ببین ریشه یعنی چی؟ یعنی مثلا یه الف هرزی باشه، اگر تو با دست بکنیش رو کندی و دفعه بعد تازه مثلا تو یه دونه علف رو کندی از رو سر، دفعه بعد دوباره 3 تا سر میزنه اون علفه. وقتی یه کسی میاد میگه بیا فلان کار رو ریشه کن کنیم، یعنی اون علف هرزت رو از ریشه خارج کن، چون از سطح که بکنی دوباره از تو ریشهش جوونه میزنه. یه روشی آوردم براتون، مخففش میشه PARA. P چیه؟ پلنینگه. یعنی آقا یه برنامه ریزی میخوای واسه اینکه بخوای هدفهای بعدت رو کنار بذاری. ما تا الان با فرض این داریم پیش میریم که تو عادتهای خوبت تو یادداشت کردی و مسلطی به این داستان که عادتهای خوبت چیه، عادتهای بدت چیه. متوجه شدی؟
پس اولی پلنینگه، نیاز به برنامه ریزی داری. من یه سوال خیلی اساسی میخوام ازت بپرسم، این سوال رو مینویسی تو دفترت و امروز جواب میدی بهش. این بعد این جلسه اگر بتونین نیم ساعت وقت بذارین و این جواب ها رو بدین و این یادداشت‌ها رو بکنین، اون بحث ریشه کن کردن اتفاق میفته براتون. 3 تا هدف بزرگ زندگیت رو بنویس و 3 تا عادت بدی که باعث میشه تو به این اهداف نرسی رو هم بنویس. مثلا میگی که من دلم میخواد درآمدم بشه ماهی 50 میلیون، الان ماهی مثلا 7-8 تومنم. خب یه هدف بزرگ زندگیمه. بعد ما میگیم خب مثلا تو میگی عادتهای بد من اینه که من مثال میزنم بتونی پیداش کنی. میگه عادت بد من اینه که زیاد تو اینستاگرام وقت میزنم، تو اکسپلور میرم یا به خودم میبینم 2-3 ساعت تو اینستا. یادت بعد دیگه من اینه به دوستام نمیتونم جواب رد بدم، معمولا عصر و شب باهاشون 1 ساعت تا 3 ساعت پا میشم میرم بیرون. یادت بعد دیگه من اینه که زیاد میخوابم. بعد میگیم خب این 3 تا عادت رو پیدا کردی، این عادت ها قطعا مانع رسیدنت به هدفت میشه. چون این آدمی که مثلا درآمدش ماهی 50 تومنه، حداقل دیگه روزی نیم ساعت تا 45 دقیقه راجع به اون کسب و کاری که توش هست که داره بهش ماهی 50 تومن میده مطالعه میکنه، میره تو یوتیوب ویدیو نگاه میکنه، وقت میذاره برای اون کار. اون آدم که درآمدش ماهی 50 تومنه هیچ وقت با دوستاش حاضر نیست هر روز 1 ساعت تا 3 ساعت وقت بذاره، چون درآمد 50 یعنی یه سری کارها باید هر روز انجام بده، مسئولیت دستشه. اتفاقی درآمدش 50 میلیون نشده. اگر مثلا میگم طرف برفرض گرافیسته، کارش خیلی حرفه‌ایه، تو لوگو مثلا 10 تا لوگو زده، دونه 1 تومن، یهو معروف شده، همه طالب لوگوها شدن. این یهو میاد بعد از یه مدتی میگه که خیلی خب من میتونم 20 تا لوگو بذارم، دونه 2.5 دیگه یک کار نمیکنم، دونه 2.5 میشه ماهی 50 تومن. حالا میاد میگه که پروژه رو گرفته 20 تا لوگو تو 30 روز ماه، یعنی تو باید تمرکز اساسی بذاری که بخوای لوگو کی معروف میشه، ایدهش خاص باشه، رنگش خاص باشه و در نهایت مشتری چشم نوازیش رو درک کنه. بقیه کارا رو تو کردی، وقتی که تو گذاشتی پاش، نمیدونم رنگ بندی که تو با مطالعه روزی نیم ساعت 45 دقیقه کشفش کردی، طرح بندی که تو با سرچ کردن توی اینترنت طرح‌های جدید رو دیدی، ایده‌های جدید رو دیدی و خلاق شدی. پس روزی حداقل 4-5 ساعت حداقل باید برای این کارش وقت بذاره اگر میخواد پیشرفت کنه و رو درآمد 50 بمونه. اگر وقت نذاره، یعنی دیگه من زیاد میخوابم، من نمیدونم با دوستان باید 2 ساعت برم بیرون، من اکسپلور گردی میکنم، حالا بر حسب اتفاق اون 10 تا لوگوی خوبو زده، دفعه بعد ماه بعد مشتری شده 20 تا لوگوی 2.5 میلیونی، لوگو رو تحویل میده، مشتری‌ها راضی نیستن و ماه سوم دوباره برمیگرده به اون حالت 10 تومنیش، 5 تومنی. و تازه وقتی که آدم از یه حد بالاتر به حد پایین‌تر میاد کلی هم از نظر روحی مشکل میخوره. دقت کردی چی شد؟ پس 3 تا هدف اصلی زندگی تو بنویس و 3 تا عادتی که مانع رسیدن به اهداف میشن بنویس. من امیدوارم با این مثالم تونسته باشم جا بندازم برات که یعنی چی. و مثلا میگم طرف میگه میخوام کوهنورد شم و یه حالا اصطلاح انگلیسیشو داریم، فارسیشو نداریم، یک دونده نه، مثلا یک آدمی باشم که روزی مثلا 1 ساعت پیاده روی میکنم، خب، و هفته 2 دفعه برم کوه. بعد این آدم بسیار پرخوره، مثلا این هدفش اینه، بعد میبینه عادتاش چیه، میبینه بسیار پرخوره و بسیار سیگار میکشه. خب نه تو اکسیژن داره ریت، نه ریه سالمی داری واسه اینکه روزی 1 ساعت بخوای قدم بزنی، و نه بدن چابکی داری که بخوای کوهنوردی بکنی. پس اول از همه برای اینکه به این هدف برسه باید چیکار کنه؟ عادت پرخوریش رو برطرف کنه، عادت سیگارش رو، عادت مخرب سیگار کشیدنش رو جایگزین کنه و از بین ببره. این باعث میشه که به هدفش نزدیک بشه. اما کلیت بهت بگم، پیاده روی میتونه جایگزین سیگار کشیدن بشه، اما روش جایگزینی رو تو باید با دقت انتخاب بکنی. حالا یه تکنیکی هست، ژاپنیا بهش میگن تکنیک 3 دقیقه‌ای.
تکنیک 5 دقیقه‌ای هم هست. میگیم واسه ترک عادت‌های بد از تکنیک 5 دقیقه‌ای استفاده کنین. 5 دقیقه شاید به چشتون خیلی کوچیک بیاد. مثلا مگه میشه من تو 5 دقیقه چه عادتی رو میخوام ترک کنم یا چه عادتی رو میخوام ایجاد کنم؟ ولی اگر خوب بری فکر بکنی میبینی همین 5 دقیقه های کوچیک بوده که عادت های بد واسه تو به وجود آورده. دوستت اومده دم در خونه گفته 5 دقیقه بیا پایین هم دیگه ببینیم، یه نخ سیگار از جیبش در آورده، به تعارف کرده و کل پروسه دیدن شما و کشیدن سیگار بیشتر از 10 دقیقه طول نکشید. این 5 دقیقه 10 دقیقه رو هم جمع شده و تو الان بعد از 5 سال تبدیل شده به یه فرد سیگاری. یا مثلا 5 دقیقه بیشتر سر سفره نشستن و اضافه تر خوردن باعث شده که تو اضافه وزن بگیری و الان بعد از 10 سال این 5 دقیقه کار خودش رو کرده و برای توی اضافه وزن 40-50 کیلویی ایجاد کرده. پس به قانون 5 دقیقه به نظرم ایمان بیار. بذار یه مثال دیگه بزنم. ببین اگر یک رو ما میخوایم 5 دقیقه رو بگیم آقا تو 365 روز خیلیه دیگه 5 دقیقه. اگر یک رو به توان 365 کنیم دوباره میشه یک. ولی اگه یک رو به توان 100 کنیم میشه 1/100. حالا 1/100 رو به توان 365 کنیم، 100 همون 5 دقیقه است. 1/100 رو به توان 365 کنیم تقریبا میشه 37.7. حالا از این چیزی که بگفتم خب نتیجه گیری کنم، انجام کارهای 5 دقیقه‌ای برای ساخت عادت جدید و ریشه کن کردن عادت قدیمی چه اتفاقی رقم میزنه توی 365 روز سال؟ تو رو 38% تغییر میده که این تغییر بسیار بزرگ، یعنی 38 برابر رشد تو تجربه خواهی کرد فقط با 5 دقیقه وقت گذاشتم. میدونی که ما تو طول روز 1440 دقیقه داریم، یعنی شما اگه 24 ساعت شبانه روز رو ضرب در 60 دقیقه کنیم به رقم 1440 دقیقه میرسیم. بخش بعدی ما پس از پی یا پلنینگ گذشتیم. بخش بعدی میشه A. گفتیم PARA. A میشه awareness، یعنی آگاهی. آگاهی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو دیروز کامل اینو یاد گرفتیم، یعنی اینکه تو باید محرک ها رو کشف بکنی. محرک ها گفتیم چیان؟ مکان میتونه باشه، زمان میتونه باشه، ذهنت میتونه باشه و افراد دور و برت میتونن باشن. حالا چجوری کشف بکنیم؟ با یه سوال، با استفاده از چه. خیلی ساده. چه کسی، چه چیزی، چه زمانی و چه جایی. یعنی چی؟ تو عادت بعدتو فهمیدی، میگی من فهمیدم که استفاده از دخانیات، مثلا قلیونی، میگی من فهمیدم استفاده از دخانیات باعث میشه که من اکسیژن خونم کم شه، خونم غلیظ بشه، بعد ریم به مشکل بخوره، پس اون چابکیه رو ندارم، حجم اکسیژن، حجم ریم یه حالتی شده که برای پیاده روی هم مناسب نیست، یه خورده راه برم نفس تنگی و خفگی بهم دست میده. اینو کشف کردی. حالا بگیم که خب باشه این عادت بد قلیونی که تو کشف کردی با چه کسی تحریک میشی قلیون بکشی؟ میگه نه من تنهایی هم میکشم. میگیم اوکی چه چیزی باعث میشه، یعنی چه حسی؟ مثلا ناراحت میشی قلیون میکشی، خسته میشی قلیون میکشی، چه حسی تو رو تحریک میکنه به قلیون کشیدن؟ میگه آره من دیگه عصر و شبا که خسته میشم احساس میکنم کشیدن قلیون باعث میشه که خستگیم برطرف شه. چه وقتی میکشی؟ میگه عصر و شب وقتی کشیدن قلیونمه. چه جایی میکشی؟ میگه تو خونه. یعنی دیگه انقدر شدید شده دوز قلیونی بودنش نیاز به کافی شاپ و رستوران و همراهی رفیق نداره، تنهایی میشینه و قلیونشو میکشه. پس حالا ما باید ببینیم با شناسایی محرک های 4 بخشی که الان گفتم این محرک ها رو باید چیکار کنیم؟ عوضش کنیم. یعنی چی؟ یعنی تو باید یک جایگزین مثبت برای این عمل پیدا بکنی
و دقیقا تو اون چه زمانی که پیدا کردی که عصراست، چه مکانی که پیدا کردی خونه است، پس من عصر حد الامکان مثلا تا 30 روز 40 روز خونه نمیمونم، چون خونه من با دیدن اون محیط، اون قلیون تحریک میشم که چاقش کنم. پس چیکار میکنم؟ از اون محیط فاصله میگیرم، عصر زمانش رو پیدا کردم، تو اون زمان از محیطم فاصله میگیرم و چه حسی دارم؟ حس مثلا ناراحتی دارم، به جاش ریم هم نمیکشه 1 ساعت و نیم پیاده روی کنم، به جاش 20 دقیقه پیاده روی میکنم، چون تمرین‌های هوازی و ورزش‌های هوازی هم باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ دوپامین ترشح بشه دیگه. ماها معتادای دوپامینیم، دنبال دوپامین میگردیم با هر عملی که انجام میدیم. یه تکنیکی هم آوردم براتون به اسم گولو، یک پروفسوری به اسم پیتر گولو تو سال 2017. خیلی تکنیک ساده است، یعنی اینقدر ساده است که شاید به نظر خنده‌دار بیاد. اومد گفت از این جمله برای ترک عادت هاتون استفاده کنین. اگر چند تا نقطه آنگاه. یعنی چی؟ میگه مثلا تو همش باید خودت برای اگر و آنگاه آماده کنی. وقتی میخوای یک عادتی رو ترک کنی، مثلا تو اهل چیز هستی، یعنی با دوستات که میشینی اونا بهت همیشه چی تعارف میکنن؟ سکریجات. تو میای میگی که اگر تو جمعشون نشستم و به هم تعارف کردن، آنگاه بهشون میگم که من ترجیح میدم به جاش آب میوه بخورم. خیلی تکنیک به نظر ساده است، خیلی ساده است، اما تو داری از قبل ذهنت رو برنامه ریزی میکنی برای اینکه پاسخ داشته باشی و یعنی عکس العمل نداری، عمل داری. ببین در عین سادگی میخوام تکنیک رو برای جا بندازم. وقتی ما آماده یک اتفاق نباشیم، یک اتفاقی که میفته ما عکس العمل نشون میدیم، درسته؟ یعنی وقتی که من تلفنم زنگ میخوره، اما من نمیتونستم تلفن میخواد زنگ بخوره که عکس العمل نشون میدم، تلفن رو برمیدارم جواب میدم. ولی وقتی من آمادگی ایجاد میکنم، میگم میخوام تماس بگیرم، دارم عمل انجام میدم، تلفن رو برمیدارم و زنگ میزنم. متوجه شدی؟ پس تکنیک، در واقع تکنیکی بهت معرفی کردم، تکنیک گولو، تو رو از یک آدمی که بخوای عکس العمل نشون بدی به یک آدمی که در واقع عمل میکنه تبدیل میکنه، چون تو از قبل خودت رو آماده کردی و میدونی وقتی به افرادی برسی که اون عادتهای بد واسه تو ایجاد کردن چه جوابی باید داشته باشی. ترجیحاً اینه که اصلا، حالا مثال بعدی اینه که مثلا تو میگی که جوانتری، میگی که مثلا عادت به غیبت کردن دارم، میدونم که غیبت کردن باعث میشه که درآمدم پایین بمونه، هم وقتم گرفته میشه، هم سطح فرکانس و انرژی به مشکل میخوره. میگیم خب چه کسی باعث میشه؟ تو میگی مثلا فلان، مثلا این 3 مدل دوست من غیبتی هن. خب میگیم چه چیزی، چه حسی در تو ایجاد میشه که وارد بحث غیبت؟ میگی نه من دوست ندارم، ولی این حس که دوست دارم باهاشون همراهی کنم، نگن دوست خوبی نیست و منو ترک نکنن، طرد نکنن، باعث میشه که به حرفاشون بیشتر گوش میکنم و نهایت تایید میدم، من حرفی نمیزنم. و میگیم چه وقته؟ میگه معمولا دیگه کار خونه رو کردم و طرفای 12 ظهر که دیگه کاری ندارم، بچه‌ها هنوز نیومدن از مدرسه، دوستم که زنگ میزنن، اینطوری میشه. یا چه جایی، وقتایی که جاهایی که دوستام هستن دیگه، مثلا تو خونه اون دوستم میرم، اون دوستم مدلش اینطوریه. حالا تو با این علم که میدونی غیبت گناه کبیره است، میدونی درآمد خودت یا همسرت به شدت پایین میکشه، میدونی بسیار وقتت رو میگیره، بسیار تو رو از نظر انرژی تو سطح بد میبره، باید چه کار کنی؟ تو پیدا کردی یک فردیه که تو رو وادار به غیبت میکنه، ارتباطت رو با اون فرد بسیار بسیار باید کم بکنی. چون اگه مثلا تو به اون آدم بیای بگی که ببین من دیگه تصمیم گرفتم غیبت نکنم، خب اون هویتش اینه و اولش اصلا ممکنه چون قوی نیستی مسخرت بکنه. چی میگی؟ فازت چیه؟ یا مثلا اولش مثلا اگه باهوش باشه خوره تمش میگه آره موافقم بیا غیبت نکنی. میگه فقط یه ایرانی میتونه که 45 دقیقه راجع به یه فردی، 2 نفر ایرانی با هم دیگه صحبت کنن راجع به یه نفر دیگه
بعد 45 دقیقه بیان میگن که ولش کن اصلا ما چه مربوط، بیا غیبت نکنی. این داستان حواستون باشه ها. یعنی ممکنه اون دوستا بگن آره آفرین چه نظر خوبی، اصلا نکنیم این کارو، ولی دوباره بلدن چطور از صحبت‌های دیگه این حاشیه‌های فکری رو واسهتون به وجود بیارن. پس بهتره اون فرد رو کنار بذارید. مرحله بعدی بود PAR میشه ریزن یا دلیل هایی که میخوای عادت رو ترک کنی رو باید بنویسی. دلیل ها خیلی باید شفاف باشن. دلیل ها خیلی باید با مغز قدیمی همراه بشن. اگر مغز قدیمی کمکت نمیکنه، گفتی مغز قدیمی 6 تا خصوصیت داشت، برو مرور کن اون جلسه رو. دلیل ها خیلی باید شفاف باشن. یعنی تو وقتی میگی که میخوام، البته شفاف میشه با اون بحث پلنینگ اولی که بهت گفتم، تو میخوای یه سری کارهای جدید بکنی، میفهمی یه سری عادتهای مخرب جلوشو گرفته، پس تو بخش دلیلا شفاف میدونی که اگه این عادتها رو ترک نکنی به این دستاوردها نمیرسی. و به نظرم بولترینش درآمد و در واقع ثروته که تو از دست میدی. اصلا شک نکن تو این قضیه. عادت بد نمیذاره که تو به سطح زندگی ایدئال برسی. من یه زمانی دانشگاهم که تموم شد، یعنی لیسانسم که تموم شد، تو بحث فوق آدم اینقدر دانشگاه نمیره دیگه، یه روز دو روز تو هفته است، بقیه‌اشو بیکار بودم. بعد تو دوست داشتم اینا میومدن دنبال من هر روز بعد از ظهر. خب خونه‌هامون تقریبا نزدیک همه تو دولت بودیم، هر روز بعد از ظهر یکیشون ماشین مینداخت تو خیابون و میومد اون دوتا رو برمی داشت و میرفتیم یا میچرخیدیم یا میرفتیم سمت نمیدونم لواسون میچرخیدیم یا نمیدونم همون دم پارکی جایی تو همون مثلا دولت وای میستادیم. بعد کلی مثلا حرفای انرژی منفی، آره فلانی اینجوری شد، آره این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، آره مامانم فلان حرف زد منو ناراحت کرد. و این سیل باطل همینجوری ادامه داشت. یعنی یه چیزی بوده بهتون میگم، مثلا من 1 سال خورده‌ای درگیر همچین پروسه‌ای بودم. یه روز به خودم اومدم گفتم که آقا از ادامه دادن با این تازه اون روز کسی نبود مثلا الان من که دارم با شما صحبت میکنم دیتیل رو بگه و تو بنویسی و شفاف کنی. من به خودم اومدم، چون من خیلی عاشق پیشرفت و کار و درآمد بودم، به خودم اومدم محشید اگر این پروسه ادامه پیدا کنی به هیچ جا نمیرسی. اینا نه، چون یکیشون که اصلا کارمند شده بود، یکی از دوستام، این دیگه از صبح که میرفت سر کار ساعت 2:30 کارش تموم میشه، بعد چیزی اصلا کاری نداشت. بعد اون پروسه کارمندی هم کارشو بلد بود دیگه، معماری خونده بود و تو بخش کنترل نمیدونم نقشه ها و کشیدن نقشه ها دیگه یک پروسه‌ای رو وقتی تو معماری یاد میگیری، نقشه استانداردش چیه، اتوکد چیه، دیگه نیاز به آپدیت نداری، همونه. و یکیشون یه کارمند بود، اون یکی هم که میگم من اصلا کار کارمندی دوست ندارم و یه پروژه باید از آسمون بیفته زمین قلمبه و من اونو انجام بدم. و من این وسط دنبال این بودم که کار آزاد بکنم، ولی میدونستم کار آزاد سختی داره، تمرکز میخواد، از کوچیک باید شروع شه به بزرگ برسه. یه روز تصمیم گرفتم که کم کنم، یعنی هر روز تو این عذاب وجدان بودم که برای چی من دارم با این دوتا میرم بیرون. یه روزی ولی واقعا تصمیم گرفتم که این پروسه رو قطعش کنم. بچه‌ها بعد اینا ول نمی‌کردن، یعنی یه دفعه قرار کردم، بعد از خواب بودم، خب اینا ما رفتن خانوادگی هم دیگه شده بود دیگه، دوستای من خونه‌مون میومدن، من خونه‌شون میرفتم، مامانامون هم دیگه رو میشناختن و یعنی مامانامون ماها رو میشناختن، مامانامون هم دیگه رو میشناختن. یه روز که مثلا من با اینا قرار کردم الکی که مثلا باشون نرم بیرون، خوابیده بودم تو اتاق و دیدم که مثلا بعد از نیم ساعت خوابیدم دیدم این دوستان بالا سرم نشسته، پاشو دیگه مش چرا قهر میکنین، ادعا چیه؟ و دیدم نه مثل اینکه فایده نداره و اومدم یهو خیلی گیوتینی یه روز تصمیم گرفتم که بذارم کنار این ارتباط رو و احساس کردم با، یعنی حداقل در حد عقل اون زمانم دیگه احساس کردم حالت عادی نمیتونم بگم خب من نمیتونم بچه‌ها میخوام رو پیشرفتم کار کنم، متوجهش نبودم. برای همین خیلی گیوتینی قطع کردم ارتباطمو، یه بهانه آوردم و یه دعوای سوری راه انداختم، یه کاری کردم فکر کنن خودشون رفتن و اینطوری بود که ارتباط قطع شد. و بلا فاصله، یعنی بهتون بگم حتما تو جادوی صدا صحبت کردم ولی میخوام ترک عادت رو بهتون بگم. دنبال پروژه دکور بودم، وقتی اینا رو گذاشتم کنار، یه ماه بعد یه آقایی بهم زنگ زد، ما رفته بودیم بهش گفته بودیم ما کار دکوراسیون می‌کنیم. گفتش خانم جمعه ساعت 8 صبح سر مثلا این موقعیت مکانی شما تشریف بیا پروژه رو ببین.
و نکته جالب بچه‌ها این بود که من اگر اون دوستا رو داشتم، پنجشنبه شب حتما یه برنامه‌ای بود که تا ساعت 2-3 ما رو درگیر کنه. امکان نداشت که جمعه ساعت 8 صبح بتونم برم سر قرار. یعنی پیش اومده بودا من جمعه ها شاگرد خصوصی نرم افزار مثلا نقشه کشی و سه‌بعدی کاری میگرفتم. اون زمان مثلا سال 92-3 مثلا من هر جمعه میتونستم 400-500 تومن در بیارم. بعد انقدر با اینا وقت میذاشتم که مثلا جمعه پاشتم خسته کوفته مثلا به اون خانومایی که بعد میرفتم خونش درس میدادم میزدم آره، یا مثلا جمعه اصلا باهاشون مثلا خارج از شهر بودم، خب میزدم که من امروز نمیتونم بیام و به این دلایل. خب یه بار طرف میگه اوکی، 2 بار میگه اوکی، دفعه سوم میگه برو بابا این آدم اصلا آدم متعهدی نیستش. چرا؟ چون من عادت بد رفیق بازی داشتم و وقتی که گذاشتمش کنار، میگم من 8 صبح اون روز رفتم پروژه رو دیدم، پروژه رو بستم و 4 روز بعدش فکر کن سال 94 اولین تنخواه مثلا 20 میلیون تومانی، یعنی مثلا الان اگه بچهای معماری تو این لایو باشن، یعنی یه پروژه دکور ببندی و اولین تنخواه 500 میلیون تومانی بیاد تو حسابت. این پاداشی بود که ترک عادت بد واسه من داشت و حتما باید جایگزین داشته باشیم دیگه. من کار رو جایگزین دوستام کردم. خب پس به ریزن یا دلایلش هم با اون سوالی که تو بخش برنامه‌ریزی، یعنی تو بخش پی یا پلنینگ ازتون پرسیدم که 3 تا هدف اصلیت رو بگو، میفهمی دیگه. پس دلیل این میشه که آقا من از رسیدن به اهدافم دور میشم، باز میمونم، نمیرسم و احساس سرخوردگی، احساس رو از خودت بپرس. حالا اگر به اهدافم نرسم حسم چیه؟ حس سرخوردگی دارم، افسردگی دارم و این حس ها. و مرحله آخر A یا اکشن یا همون اقدام کردن. آقا اقدام کن دیگه، الان فهمیدی، نوشتی، فکر کردی و میدونی باید چی کار کنی، اقدام کن. عادت بد رو بذارش کنار. یعنی چی؟ 2 تا مرحله داره. محل زندگی و محل کارش رو پاکسازی کن. تو آدم پرخوری هستی، عادت داری شکلات و بیسکویت و فلان و اینجور چیزا می‌خوری، پاکسازی کن. همه رو بریز دور و بیا به جاش غذاهای سالم بچین توی یخچالت. اون موقع است، چون محیط مدام داره تحریکت میکنه. نمیتونه اونا باشه و تو بگی که من نمیخورم. اون واسه وقتی که تو 1 سال سالم خوری بکنی بعد اینا جلوت باشه نخواهی خورد. یا مثلا قهوه خوری، میخوای قهوه رو ترک کنی، دستگاه قهوه باید از جلو چشمت برداشته بشه. پس پاکسازی محل کار یا قلیونتو بردار، اصلا نباید باشه، ببخش یا ببر، اصلا چه میدونم توی محیط دیگه بس. حالت دومم جایگزین کردنه که گفتم بهتون. پس 2 تا مرحله داره اقدام. یکی پاکسازی کردنه محیط کارت یا زندگیت. 2 جایگزین کردن، یعنی تو برفرض عادت داری یه دونه کاسه گذاشته بود پر شکلاتای ریز ریز ریز، حالا یه کاسه بذار پر از توت و مویز و انجیر خشک. همون حس شیرین بودن رو بده ولی مقوی باشه و چاقت نکنه. اینم میشه جایگزین کردن. 2 مدل استراتژی برای ترک داریم دوست من، با دقت گوش کن. استراتژی گرم کردن یعنی آروم آروم ترک کردن. مثلا دارن هاردی میاد تو کتابش مینویسه که ما رفتیم دکتر به خانمم گفت تو باید قهوه رو ترک کنی، به مشکل میخوری از خوردن قهوه، مثلا که مشکل مثلا قلبی عروقی پیدا کرده بوده و میگفت ما خیلی قهوه خور بودیم. اولش اومدیم تصمیم گرفتیم که یه قهوه های کپسول یا اصلا کلا قهوه ها یه مدل دارن بچه اسمشون دکفا مزه قهوه رو میدن ولی کافئین ندارن، شبیه قهوه. گفت ما اومدیم یه روز در میون، یه روز قهوه واقعی خوردیم، یه روز قهوه بدون کافئین خوردیم، یعنی همون دکفو خوردیم. هفته اول این کار کردیم. هفته دوم اومدیم کردیمش مثلا 2 روز مثلا بدون کافئین، یه روز کافئین داره. هفته بعدی اومدیم 4 روزش کردیم. هفته بعدش اومدیم کل هفته رو قهوه چی خوردیم؟ بدون کافئین خوردیم. هفته ششم اومدیم چای‌های بدون کافئین رو جایگزین کردیم و هفته اومدیم چای سبز بدون کافئین رو جایگزین کردیم و تونستیم بزنیم کنیم. یعنی یه پروسه آهسته پیوسته رو طی کردم. من یادم اون موقع که خودمم ورزش میکردم، ورزش خیلی سنگین حرفه‌ای من شروع کردم توی سن 19 سالگیم بود
که بعد مربیگریم هم گرفتم از شیرودی و تو بدنسازی، میخواستم رو تردمیل بدوم. خوشم میاد مثلا میدونم بقیه میدونن چه خفن، منم میخوام بدوم. اول یه دقیقه بردم بالا بچه‌ها، یعنی توی پروسه 2 ماهه مثلا من دفعه اول 3 دقیقه دویدم، دیدم نمیتونم، نه عضلای پام میکشید نه ریم همراهی میکرد باهم. دفعه بعد دوباره 3 دقیقه بود، هفته‌ای 2 دقیقه بهش اضافه میکردم و به خودم اومدم بعد 3 ماه دیدم که من 10 دقیقه راه میرم، 25 دقیقه با سرعت 10 میدوام روی تردمیل. و این از چی اومده بود؟ استراتژی گرم کردن، یعنی خیلی آهسته و پیوسته به وجودش آوردم. نه این جوگیرا که میرم میبینم مثلا توی پارکی ملت دارن میدوئن، حالا طرف پر از چربیه و پاهاش اصلا نه دو سر داره نه عضله داره نه چیزی، شروع میکنه دویدن. خب دوی خودتو میکشی. من چون یه دفعه دیدم تو بام تهران، دیدم مثلا خب یه سری ورزشکار میان اصلا از عضله های پاشون معلومه طرف دونده است. بعد دیدم یه آقایی نه لباس ورزشی تنش بود نه هیکل ورزشی بود، داشت خودش رو میکش شبیه اینا مثلا بود. خب داری به تمام بدنت و ریت و همه چیز فشار میاری. این میشه استراتژی گرم کردن. آهسته آهسته یک عادت خوب رو ایجاد میکنی یا همون 5 دقیقه‌ای که بهت گفتم و یک عادت بد رو کنار میذاری. استراتژی ماکروفری چیه؟ یهویی. یه سری اینجوری هم میگن من یهو باید بذارم، که یهویی رو من قبول ندارم. یهویی خیلی بار احساسیت باید شدید باشه، یعنی تو بحث یهویی اهرام رنج و لذت میاد واسه. مثلا طرف اهل سیگار و یعنی اهل دخانیات و سکریجات بوده، بعد از مثلا 10 سال که استفاده میکرده یه عروسی دعوت میشه از دوستای مثلا دوران دبیرستانش بوده، عروسی که دعوت شده بوده، میره تو عروسی میبینه که وا چقدر این دوست جوون مونده، چقدر نمیدونم پوستش خوبه، چقدر اندامش خوبه، چقدر با تراوته، چقدر شادابه، من چرا انقدر پیرم، انگار باباشم، ما همسن بودیم توی دبیرستان بودیم. اونجا یک بار سنگین رنج احساسی میاد وسط که از همونجا تصمیم میگیره که دیگه سیگار و در واقع سکریجات رو کنار بذاره. اوکی، این خیلی کم پیش میاد. اون یه روزی یهویی میذارم کنار خیلی کمه و اصلا آدم عاقل این کارو نمیکنه. عزیزم تو یاد گرفتی که 6 مدل میتونی رو مغز قدیمی تاثیر بذاری، پس نیازی نداری که وایستی تا یه روزی که دیگه اون اهرم رنج بیاد بالا خودتو تو خطرهای پر ریسک بندازی که چی بشه. مثلا طرف میره دکتر میگه ببین اگه سیگار بکشی 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی یا، ولی اگه از همین الان که از مطب در میای ترکش کنی بهت قول میدم که مثلا 20 سالم با تضمین زندگی کنی. نرسون به اون نقطه. یا طرف میره دکتر بهش میگه که دقیقا مثلا عادت بد غذا خوردن داره، نمیدونم همین دخانیات داره. دکتر میگه ببین یک توموری دارم میبینم، خوشخیم بدخیمش، یعنی بدخیم نیست خوشخیم هم نیست، محرک ها رو اگر کنار نذاری رشد میکنه. پرخوری نکن، سالم خوری بکن، دخانیات رو بذار کنار، سکریجات اگر اینها رو بخوری این رشد خواهد کرد و من هیچ تضمینی نمیدم، جایی هم نیست که بتونم برش دارم. این یه اهرام رنج وحشتناکه. هر لحظه طرف باید تا میخواد بره سمت این مسائل نگران این باشه که من میمیرم اگه بخوام استفاده کنم. نذار به اون نقطه برسه. آدم عاقل نباید بذار. آدم عاقلی که نشسته تو کلاس، اگر نه این پولی که دادی به کلاس میتونی کارهای دیگه بکنی براش. پس وقتی عاقلی جلسه های کلاس رو هی مرور کن، هی بنویس، یه جایی هی برات جرقه میزنه. من مثلا یه کتابی میخوندم 3 سال پیش، یا امسال یه جملهش میاد تو ذهنم جرقه میزنه، میفهمم، عمیقا درک میکنم چی داره میگه. مرور کن، حداقل تا برای این جلسه رو 5-6 بار مرور کنی تا کامل برای جا بیفته این مطلب. وقتی که جا افتاد شروع میکنی یکی یکی این کارا رو انجام دادن، چون مغز قدیم مهمترین بخشیه که باید واسه جا بیفته. مرسی. بیایم شکرگزاری هم داشته باشیم. شکرگزاری کنیم از اینستاگرام. همیشه استادهای در واقع مختلف میان میگن که آقا تو بحث مدیریت زمان، تو بحث مفید بودن، تو بحث خود من این همه دارم میگم به جای اکسپلور گردی بشین کتاب بخون، درسته، ولی یه شکرگزاری بکنیم. این دفعه از اینستاگرام همیشه بد میگیم، چرا بد بگیم؟
بگیم خدای شکرت، ممنونم که یک فضای مجازی ایجاد کردی که اینقدر دنیا کوچیک شد توش. شاید تا قبل از این، اگر تا 10 سال پیش اگر ما می‌خواستیم بدونیم در برفرض برزیل چه اتفاقی میفته، باید حتما سفری میکردیم. الان کافیه آدم‌هایی که تو برزیل زندگی میکنن رو فالو کنی و لایف استایلشون رو تو استوری هاشون نگاه کنی. شاید تا قبل از این اگه کلاس خوبی میخواستم برم، باید یک فردی بهم میگفت یا تو خیابون یک بنری میدیدم، ولی الان اینستاگرام پر از پیج هایی که دارن به من رایگان درس میدن. شاید تا قبل از این اگر میخواستم یک آلبوم از عکس‌های خودم داشته باشم، باید با دوربین میگرفتم، میبردمش لابراتوار چاپ کنم، بعد آلبوم بخرم، بعد یک گوشه بذارم گاهی ببینم. الان به من یک آلبوم اختصاصی داده که بتونم عکس‌ها و فیلم‌های خودم رو بذارم، هم خودم از دیدنشون لذت ببرم، هم دیگران هم مدام میتونن دسترسی داشته باشن به این داستان. پس اینستاگرام فضای قشنگ و خوبیه. من باید آگاه باشم چطور ازش استفاده بکنم و در شکرگزاری، الان شکرگزاریمون کلامی بود، تو شکرگزاری عملی با درست استفاده کردن از اینستاگرام ثابت میکنم که من شکرگزار داشتن این محیط مجازی هستم. دوستتون دارم. صبحتون بخیر بشه. خدا نگهدار.